از آهنگای جدید آهنگی بوده که حس خوبی بهش داشته باشین از بچه‌های نسل جدید؟ آره شاید بهتون بگم موجب تعجبتون بشه ولی دلیل پشتش 1000 تا دارم که اینو عرض میکنم. یه آهنگی دلنواز نمیدونم اسمش چیه. کدوم خواننده؟ امیر تتلو. باورتون نمیشه. دلنواز نداره ولی نوازش داره. فکر کنم به نوازش نزدیکه. بسیار این آهنگو دوست می‌دارم به 1001 دلیل. نه تنها فقط آهنگ رو، اون پیوند بسیار بسیار به جای شعر و آهنگ، تلفیقی که بینشون هست، اجرای پسر خوب. البته متاسفانه مردم به چیز میشناسنش، نمیدونن که وقتی که همینطوری هست چه انسان محترمیه و چقدر محترم صحبت میکنه، ولی این بی‌تربیتی رو که مردم ازش میدونن نمیدونن چرا اصرار شدید داره که این شکلی مردم بشناسنش. و منم معترضم، حیف یه انسان با شخصیت اینجوری از خودش بسازه، چون من قبول نمیکنم اینو، مورد پسند من نیست.